بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام خانم ها آقایان محترم، مسلمانان معزز، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا الهی که خوب باشین. خیلی ممنونم که الان مقابل تلویزیون نشستین، افتخار دادین، نگاه زلالتون رو هدیه میدین به یاد خدا. خدا کنه که ما قابل باشیم. ما این سومین برنامه هستش که انشاءالله محضر حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر جهانگیری عزیز خواهیم بود و گفتگومون رو پیرامون موضوع علل تعالی و انحطاط جوامع از منظر قرآن و روایات رو ادامه خواهیم داد. آقا سلام عرض کردم. خیر من. سلام از شما. ممنونم که دوباره محبت فرمودید. خواهش میکنم. و این فرصت گفتگو رو برای ما فراهم آوردید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. هم امیدوارم امروز هم برای سومین بار سیراب بشیم از زلال قرآن. الهی آمین، الهی آمین. و مایه مباهات ماست که ما در خدمت شما هستیم و میتونیم حظ ببریم و استفاده بکنیم از دانش شما. خب اگه موافق باشید ما یه خلاصه 1 دقیقه حدوداً، معمولا آقای حسین زاده زحمت میکشن، از برنامه گذشته رو ببینیم و برگردیم و خیلی خوبه. تلیه بحث ما هم آره یادآوری هم میشه برای. بله همونطور که ملاحظه فرمودید جلسه گذشته عامل جهل و نادانی رو به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع از منظر قرآن کریم و روایات مورد بحث قرار دادن. آقای جهانگیری عزیز پیشتر هم برنامه قبلترش رو هم در گذشته ماندن، در تاریخ ماندن، بسنده کردن به تاریخ و گذشته رو فرمودن. این دو عامل، ببینیم امروز چه عاملی رو مد نظرشون هست. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میگه یکی از عواملی که یک جامعه نمیتواند پیش برود تلاش بی ثمر است. خیلی ها تلاش میکنند، مثل اون ماشینی است که هی میخواهد حرکت کند ولی در جا میزند. قرآن میگه جوامعی هستند، تمدن‌هایی هستند، خیلی تلاش میکنند، انرژی بسیار خرج میکنند، اما دریغ از یک اپسیلون پیشروی. قرآن میگه یادمان باشد هر تلاشی نشانه به ثمر رسیدن نیست و هر سعی نشانه دسترسی به اثر نیست. گاه شما کلی سعی میکنید ولی هیچ ثمری به دست نمی آورید و گاه همه تلاش‌های شما فقط شما را خسته کرده است در طول تاریخ و هیچ چیزی برای خودتون انباش نکردید. قرآن میگه چه عاملی سبب میشود که شما به این برسید. قرآن میگه هر جا تمدنی دیدید در جا میزند، هر چند تلاش میکند یادتان باشد این تمدن رو به سقوط است. تمدنی رو به رشد است که آن تمدن در کنار حرکت اپسیلونی رو به جلو باشد. قرآن میگه چه عاملی سبب میشود که این اتفاق رقم بخورد. قرآن عامل کفر را عامل جدی میدونه. خیلی این واژه کفر واژه کلیدی است در قرآن کریم. البته در مقابل کفر واژه های مختلفی در قرآن اومده. آنچه که در این بحث واژه متناسب با واژه کفر است واژه ایمان است. نقطه مقابل. قرآن میگه جامعه‌ای که در اونجا ایمان باشد اون جامعه در جا نمیزند، سعیش به ثمر میرسد. اما جامعه‌ای که کفر داشته باشد آن جامعه نمیتواند به نتیجه برسد. من میخواهم این بحث کفر چون معانی مختلفی داره با اجازه بحث‌های لغوی رو باز نکنم، فقط بفهمیم که کفری که قرآن میگوید یعنی چه. قرآن برای کفر لایه‌های مختلف معنایی رو باز میکند. گاه کفر در مقابل اسلام است، گاه کفر در مقابل ظلم است. کفر معانی مختلفی داره، اما قرآن کفر را در سقوط و رشد تمدن‌ها مقابلش واژه ایمان را به کار برده است. ایمان واژه بزرگی است. بشر محروم از ایمان شده است. اجازه بدید از کیرکگارد بگم تا این واژه ایمان برای ما روشن بشه و ببینیم ایمان چه می کند که هر سعی به ثمر می رسد، بیهوده نمی شود. ایمان. کیرکگارد این فیلسوف غربی میگه ایمان یک قدرتی دارد، اصطلاح the power of faith.
ایمان یک قدرتی دارد که بشر در طول تاریخ مدرنیته آن را نابود کرد. ایمان قدرتی دارد که با عقلانیت هایدگری شما آن را نابود کردید، چون که گفتید همه چیز را که عقل نپذیرد پس درست نیست، بهش ایمان نداشته باشید. آن هم عقلی که شما غربی ها می گفتید، چون عقلی که غرب تعریف می کرد یک راسیونالیزم بود دیگه. می گفت هر چیزی که خرد غربی آن را نپذیرد پس او نیست، و لذا اومدن در قرن 19 گفتند که ما اگر خدا را هم در لابراتوار پیدا نکنیم وجود ندارد. کیرکگارد میگه شما شمشیری برداشتید نه بر علیه دین، بر علیه تمدن و انسانیت، نابود کردید و چیزی نذاشتید برای انسان مدرن بماند از ایمان. کیرکگارد عاشق ایمان است. کیرکگارد میگه شما گاه این قیچی که در دست داشتید یکیش لبه عقلانیت راسیونالیستی داشت و بریدید ایمان را، و آن سوی دیگهش علم بود با خوانش غربی، سیانتیستی و هر چیزی که علم پوزیتیویستی قبول نداشت، اینها را از بین بردید. شما ایمان را بریدید و بشر امروز محروم است از ایمان. کیرکگارد میگه ایمان یعنی چی؟ میگه ایمان قدرتی دارد بی نهایت، و خدا به خاطر این میگه تمدنی که مؤمن باشد او تلاشش بی ثمر نخواهد بود. بذارید باز از ایشون بگم. بفهم. ابراهیم فرزندش را در سرزمینی رها می کند که آنجا نه تنها آبی نیست و گیاهی، بلکه خدایش میگوید اینجا سرزمین غیر و زیزر هست، امکان کشت نیست. نه تنها کشتی نیست، امکان کشتی نیست. اما هاجر به روایت اسلامی می رود در آن سرزمین و فرزندش تنها تشنه است، آب می خواهد در جایی که امکان آب وجود ندارد. هاجر میگوید من میدانم اینجا عقل میگوید آبی نیست و علم هم میگوید آبی نیست، ولی ایمان من میگوید باید آب باشد. و میرود به سوی مروه. آبی نیست، علم میگوید آبی نیست و عقل هم میگوید این را، اما ایمان هاجر میگوید باید باشد. دوباره برمیگردد به صفا. صفا فریاد میزند، علم و عقل میگویند آبی نیست، برگرد. هاجر میگوید ایمانم را چه کنم؟ فریاد درونم را چه کنم؟ این ایمان به من میگوید تلاش کن، که این تلاش تو در جا زدن نیست، پیش رفتن است. شما حج برید، تو حج میری صفا و مروه رو میبینید، این عمدن تکرار داره. خدا میخواهد بگوید بی ایمان اگر به حج بیایی اینجا تکرار است، ولی با ایمان بیایی اینجا تکرار نیست، پیشروی است. و ایمان کاری میکند در سرزمینی که خود خدا فریاد میزند غیر و زیزر. آیت الله العظمی جوادی آملی در این مفسر بزرگ در مباحث تفسیری داره، قرآن نمیگه اینجا کشتی نمیشود، امکان کشت وجود ندارد، ولی ایمان کاری میکند آبی سرشار میشود که حتی امروز در مکه شما میدونید آب سرزمین مکه نوشیدنی نیست، ولی زمزم زلال است. ایمان چه میکند که بشر با علم و با عقلانیت نمیرسد؟ کیرکگارد میگه شما در مدرنیته با این قیچی دولبه علم سیانتیستی و عقل راسیونالیستی ایمان را بریدید، بشر را محروم کردید از ایمان، و شما به نام علم بشری کافر تربیت کردید و به نام عقل بشری کافر تربیت کردید که محروم است از ایمان. ایمان کاری می کند که شما در تاریخ نمونه های فراوان دیده اید. قرآن میگه جامعه‌ای که کافر باشد، جامعه‌ای که هرچند علم و خیلی چیزاش رشد کنه،
چون ایمان ندارد، باور ندارد، اون جامعه حرکتش مثل هاجر نخواهد بود که آخرش به آب برسد. او صفا و مروه را خواهد رفت، اتفاقی برای او نخواهد افتاد. برای همینی که ما میبینیم دنیا به لحاظ امکانات رفاهی به ظاهر داره پیشرفت میکنه، اما رو به زوال و سقوط به لحاظ در واقع چارچوب حکمرانی و اخلاق و اینها. شما ببینید حالا دیگه فرصت 40 گذشته. چرا 40 رو من در یکی از دانشگاه‌های بیرون درباره 40 توضیح میدادم. یک دیداری هم داشتم با وزیر گردشگری یک کشوری. خب اتفاقا ایام حج بود. شما ایام حج میدونید که تراکم میشه تو این ایام تشریق، خود عربستان با اون همه امکانات ماشین ها اینا رو متوقف میکنه تا برسند و این ایام بسیار سختی میشه برای حجاج. با او صحبت میکردیم، گفته شد که اما در عراق 20 میلیون زائر میاد. گفت مگه عراق چند برابر عربستان هتل 5 ستاره داره؟ سیستم حمل نقل عراق هم مترو داره هم مونوریل داره. بعد برای او توضیح میدادیم اون نمیفهمید، واقعا نمیتونست بفهمه، درک کنه. سخته. همینطوره. چه میشود این اتفاق رقم میخورد؟ اساسا این که امام عسکری علیه السلام فرمود 40 نشانه ایمان است، مؤمن. بله. خواست بگه یادتون باشه شما با ایمان کاری میکنید که عقل نمیتواند حساب کند و علم نمیتواند درک کند. این قدرت ایمان و بشر فراموش کرده. قرآن کریم اجازه بدید تو این بخش نورانی بشیم با این آیه مبارک در سوره نساء آیه 136. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میگه یادتون باشه ایمان خیلی مهم است. اگر ایمان دارید باز ایمان بنوشید و ایمان بنیوشید. ایمان کم نمیشود، سیر نمیشوید، پر کنید جانتان را از ایمان. میخواید یه کاری کنیم؟ فرمودید آیه چند؟ آیه 136 سوره نساء. میخواید پخشش کنیم الان؟ چقدر عالی. آره الان اصلا پخش کنیم. پخش میشه و بعد ما شما هم توضیح بیشتر. آره متشکرم. بسم الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 136 سوره مبارکه نساء بود که نقدن آقای حسین زاده پخش کردن، استفاده کردیم. توضیحاتش و تبیینش پیرو فرمایشات قبلی آج آقا بشنویم. دست شما درد نکنه. قرآن میفرماید ایمان بنوشید. یا ایها الذین آمنو، ای اونایی که ایمان دارید. نگید ایمان دارم. ایمان کم شدنی نیست. هرچی ایمان بنوشید کاری میکنید از سنخ ابراهیم، از سنخ هاجر. ایمان بنوشید. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان بیاورید. جالبه بعد این که باز آمنو ایمان آوردید، قرآن نمیگه پایان دارد ایمان، باز آمنو آمنو، شما ایمان بیاورید. ایمان مگر کم می شود؟ ایمان کاری می کند که خیلی چیزها نمی کند. ایمان تلاش شما را پرثمر می کند و جامعه‌ای که مؤمن است آنجا تمدنش، جامعهش، فرهنگش باقی می ماند. جامعه‌ای که ایمان ندارد هر چه بدود او سقوط می کند. این یا ایها الذین آمنو آمنو انگار که مثلا بازی تأکیدیه که حواستون باشه ایمان باطنی منظوره، ایمان واقعی حقیقی، نه اینی که الان هم ایمانتون رو عمق بدهید، هم ایمانتون رو سرشار کنید. نگید که این مقدار ایمان دارم کمه. ایمان یک مقوله مشکک است به قول فلسفی. بعد قرآن میگه ایمان بیاورید به اینها، بالله. خدا در جامعه شما باید حضور داشته باشد. خدایی که در جامعه شما حضور نداشته باشد آخرش میرسید به اتانازی اخلاقی. تو استرالیا، من خیلی میرم به استرالیا برای کارهای تبلیغی، بخشی از جامعه خودکشی میکنند. جالبه، خودکشی به مثابه یک جشن میگیرن، میگن که آره دیگه پایان من. قرآن میگه خدا در جامعه شما نباشه تمدن شما را کسی از بین نمیبرد. خودتون که هستید، خودتون از بین میبرید. خودتون شمشیر برمیدارید علیه خودتون، علیه جان خودتون، علیه سرمایه خودتون. خدا باید نه فقط در ذهنها، خدا باید در کف خیابانها، خدا باید در درون مدرسه ها، توی مسجدها،
در جان ماها حضور داشته باشد. خدا اگر حضور داشته باشد، شما ترافیک اون کشور متفاوت است، دانشگاه اون کشور متفاوت است، استادی دیر نمی آید، دانشجویی برای نمره نمی جنگد، شهروندی حق دیگری رو نمی خورد، چون در همه جا خدایش دیده می شود. قرآن میگه ایمان بیاورید به خدا و به رسول خدا. ببینید رسول خدا چه گفته است؟ در همین کتابش گفته است که تمدن‌ها بدون ایمان سقوط می‌کنند. یاد بگیرید. ولی کتاب در همین کتابش ادامه آیه جالبه، الذی نزل علی رسوله، اینجا خیلی مهمه، ولی کتاب الذی انزل من قبل، میگه یادتون باشد ایمان که آوردید، یادتان باشد این قصه ها و سنت ها و قواعدی که ما گفتیم این مال امروز نیست بگید که فقط به کتاب اسلام ایمان بیاریم کافی است. اینها قصه، یک داستان تاریخی است. در همه کتاب ها ما این فریاد را زدیم. و بعد ادامش میگه و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. حالا اگر کسی کفر بورزد به خدا، خدا را در جامعهش گم بکند و خدا دیده نشود، ملائکه و کتب خدا و رسولان خدا در آن جامعه دیده نشود، در آن جامعه اگر یوم الاخر صدای معنویت و صدای آخرت نباشد، فقط صدای دهل این دنیا باشد، چه اتفاقی رقم میخورد؟ عرض کردم در یکی از قسمت‌ها خدمت حضرت عالی، قرآن پایان یک تمدن را با واژه زلالت استفاده میکنه. میگه وقتی رسیدی زلالت یعنی تمام. قرآن میگه این گونه تمدن‌ها و جوامع فقط ضل ضلالا بعیدا، اینها دیگه به پرتگاه دوری خواهند افتاد و پایانشون خواهد رسید. شما ببینید اگر در جامعه ایمان نباشد، کیرکگارد گفت دوران مدرن اومده از بشر ایمان گرفته. اگر ایمان باشد اتفاقاتی رقم میخوره. شما کافیست سیره اهل بیت رو ببینید، شما قصه پیامبران رو ببینید. چون ایمان دارد فرزندش را به چاه می سپارد، چون ایمان دارد فرزندش را به رودی می سپارد و می رود در دل دشمن بزرگ می شود موسی. ولی چون ایمان دارد موسی می شود پیامبر خدا و می بلعد عصای او همه مارهای فرعونیان را. چون ایمان دارد، ایمان کاری می کند بی نهایت. قرآن میگه ایمان در جامعه، این ایمان الزاما به این نیست که حتما به یک مذهب خاص باشه، هرچه این زلالتر باشه درسته، ولی ایمان، شما ایمان داشته باشی آتش تبدیل به گلستان میشه، میشود. چون باور دارد ابراهیم، چون ایمان داری یک راهی حق است، تو برمیگردی، تلاشت اثر میدهد. اما اگر حتی مسلمان باشی، این در درون خودت جان پیدا نکند، مؤمنانه نباشی، ایمان در درون خود تو جا نگیره، تو شکست میخوری. ایمان مقوله مهمی است. ما میبینیم قرآن میگه که شما در جامعه اگه کفر باشه، در اون جامعه حقیقت ها دیده نشه، معرفت ها دیده نشه، اون جامعه تمام میشه. آزادی میاد تو اون جامعه، آزادی فراورده بزرگیه. اما اگر این آزادی ایمان در درونش نباشه، نتیجهش به کجا میرسه؟ نتیجهش میرسه به مقوله هایی که حتی ما ابا داریم در این برنامه اسم اونها رو ببریم، همجنس بازی. آزادی اگر ایمان با ایمان موج نزند، آزادی میرسد به جایی که شما حتی اراده میکنی خودت رو بکشی. اوتانازی، ازدواج با حیوانات. ازدواج با حیوانات. من ابا داشتم که اینها چیزهایی است که در دنیا اتفاق میفته متاسفم. به اسم آزادی.
ولی چون ایمانی نیست به عنوان دال مرکزی این حرکت انسانی رو ببره، قرآن میگه اینا تلاش میکنند، هی قاعده میشینند، هی تلاش میکنند، تمدن میره جلو، خیال میکنند که تمدن چون حرکت میکنه. بعضی موقع ما یک چرخی حرکت میکنه خیال میکنیم این پویاست، خبر نداریم این دور خود میچرخد، چقدر جلو میرود، کجا زمزمی تولید کرده است. 1000 بار صفا و مروه بروی، اگر زیر پای تو زمزمی به وجود نیاید چه فایده ای دارد؟ قرآن میگه ایمان باشد، ایمان به زندگی معنا میدهد. مشکلی که ما داریم بشر امروز دارد و اینها عامل، برگردیم همون بحثی که در جلسه اول خدمت حضرت علی عرض کردیم که قرآن اینها رو به عنوان قواعد زیست بشر معرفی میکنه. اگر این قواعد مراعات نشود سقوط خواهد کرد. بخشی از سقوط برخی تمدن‌ها رو ما با همین قاعده و شاخص قرآنی میتونیم تشخیص بدیم. این تمدن‌ها به کجا میرند؟ ایمان را از بشر ربودند. بشر دچار بحران ایمان است. حتی شما میبینید که بشر نه تنها ایمان به دین‌های کلاسیک نداره، یعنی ایمان به مسیحیت نداره، ایمان به اسلام نداره، ایمان به دین‌های دیگه نداره، ما میبینیم بشر کلاً ایمان خودش رو باخته است. شما میپرسی میگی به چی؟ باور ندارد. وقتی این ایمان از بین بره، بشر خودش، تمدنش، جامعش و فرهنگش، قرآن میگه که سقوط خواهد کرد و رشد جدی نخواهد داشت. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. داشتم فکر کردم که ما چقدر وقت داریم آقای حسین زاده تا پایان؟ 2-3 دقیقه فرصت داریم. شاید اول باید میپرسیدم یه تعریفی از ایمان میشه ارائه بفرمایید، تعریف دقیق و کاربردی. ایمان یعنی در جان خودت، نه در ذهن خودت، نه در ظاهر خودت، نه در پندار خودت، در جان خودت به چیزی باور داری. 2 تا مثالی که زدیم شاید معنا رو مشخص بکنه. هاجر گفت من باور دارم اینجا آب هست. چون ایمان داشت با تمام وجود آنچه که در درون داشت. قرآن در آیه‌ای میفرماید، اینو توفیق نشد بحث کنیم، در همینجا عرض کنم. قرآن میگه میخواهید ببینید کدوم تمدن‌ها میمانند؟ خداوند آسمان و زمین را بر اینها برکات و نازل میکنه، بر همه اینها. اون تمدن‌هایی میمانند که ایمان داشته باشند و بعد تقوا پیشه کنند. یعنی ایمان در درونشون میجوشد و این عامل درونی سبب میشه، کنترل میکنه اینها بالانس رفتار میکنند. اینها اگر دستشون رو تکون میدن، اینها اگر پولی را تصاحب میکنند، اینها اگر به پستی میرسند، اینها اگر کتابی مینویسند، اینها اگر حرفی میزنند در برنامه تلویزیونی، این درونشون میگه چه بگویید. قرآن میگه اگر جامعه‌ای همه این گونه باشند، در جامعه همه انسان ها این کنترل درونی رو داشته باشند و آنچه در بیرون اتفاق میفته از تقوا، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، وقتی به واژه تقوا میرسه میگه تقوا ترس از خدا نیست، مگه خداوند چیزی هست که ما از او بترسیم. تقوا خود خویشتنداری است، خودتو مراقبت کنی. اگر انسان خودشو مراقبت کنه، رفتارشو ببینه کجا من چی رو انجام بدم یا نه، به خلاف اینکه یک قواعدی بیاد به تو زوری بگه اینجا سرعت چند برو، اینجا شما توقف کن، اینها نگه، درون انسان اینها رو فریاد بزنه. قرآن میگه این تمدن میتونه رشد بکنه. شما ببینید بعضی موقع از نظم غربی صحبت میشه یا نمیدونم از مراعات آیین‌های مقررات تو غرب صحبت میشه، اینها الزامات اجتماعی است، ولی از درون بجوشد اون دروغ نمیگویی به خاطر اینکه از دادگاه میترسی، گاه تو دروغ نمیگویی چون درون خودت فریاد میزند دروغ نگو. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اینکه در درون خودت یک باوری را چنان نهادینه کردی که برای اون باور حاضری همه هزینه ها رو بدی. قرآن میگه اگر جامعه دیدی چنین ایمانی در اون جامعه وجود دارد، این جامعه رو به رشد خواهد، این جامعه حرکت خواهد کرد، این جامعه سقوط نخواهد کرد. و جامعه دیدید اگر مقابل این ایمان کفر باشد، عرض کردیم اینجا کفر در مقابل ایمان است، نه اسلام. که بعضیا بیان میگن که شما گفتید در برنامه کفر بعضی کشورها مسلمان نیستند.
ما یادون باشه ایمان رو صحبت میکنیم. مؤمن بودن مثل وهب است که مسیحی می شود، ولی چون ایمان درونی دارد حرکت در جا نمی زند، حرکت او را به ثمر می رساند و به امام حسین می پیوندد. مؤمن بودن یعنی که تو خوارج هستی، خوارج هستی. ابوالحتوف هنوز شعار لا حکم الا لله را سر می دهی، ولی به کاروان امام حسین می رسی چون در درون خودت باور داری. خیلی ممنونم آقای جهانگیری عزیز. پس ایمان از جنس درست و واقعیش و یقینی باشه کلا ما را از درجا زدن نجات خواهد داد و به عمل میکشونه. این برای فردم نیست، در جامعه باشد، اون جامعه تمدن باشد، در اون تمدن یادم افتاد که در خواهد قرآن هم عموما همین ایمان و عمل صالح در کنار هم اومده که نتیجه ایمان هم هست. خیلی ممنونم، استفاده کردیم. اجر شما با صاحب قرآن کریم.